سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ درود. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خیلی خواستم شروع خیلی خواست شروع بچه‌ها امروز تصمیم گرفتیم که یه جای جدید رو کشف کنیم و حالا اون جای جدید چیه؟ یه پارک اینجا که پارکر رو اومدن توی دل کوه میشه گفت. بالایی درستش کردم. بعد نکته جالبش اینه که توی این پارک 12 تا مجسمه است و حالا مجسمه ها همینجوری هم مثلا نیستن که آدم بتونه ببینتشون، باید بره پیداشون کنه. حالا امروز تصمیم گرفتیم که بریم با هم دیگه این 12 تا مجسمه رو پیدا کنیم و ببینیم که هر کدوم چه شکلی هن و چه داستانی پشتشونه. ما الان آفیشالی وارد راه شدیم، بریم با هم دیگه ببینیم که چی در انتظار. خوش گذشت. خدا مسیر به شدت منو یاد جنگل های شمال. یه چیزی حالا الان گفتم جنگل های شمال، یه چیزی بگم. نه. اینجا با اینکه مثلا خیلی جنگل و اینا داره، بله. ولی اصلا مثل خودمون خوش نمیگذرونن. یعنی شما جنگل های شمالو که بری اصلا نکن، جنگل های شمالو که بری مثلا متر به متر یه بلالی هست، نمیدونم یه آشفروشی هست، یه قلیونی هست، خیلی باصفا کردن اونجا رو. اینجا اصلا. بچه شما مگه جواب این سوالو میدونین توی کامنت ها برام بنویسید. میخوام بپرسم میخندی به هر حیله‌ای دنبال کامنت گرفتن. سوال من اینه که به نظرتون چرا یه آدم میره دنبال این که مجسمه بسازه؟ دنبال چی میگرده ایشون؟ یه چیزی خورد تو صورتم. زنبور گوشم آقا فکر خیلی خورده. بابا خورد اینجا. وای بچه برگردیم. همین اول داستان ما اینجا رو صندلی اول میشینیم که استراحت بکنیم. خب ما از اولین خطری که تهدیدمون کرد جون سالم به در بردیم. داشتم اینو میپرسیدم که سوال پرسیدم دیگه بهم جواب خیلی هم نرون، چون اون ذوق و خریحه هنریش بهش این دستور رو میده که این کار انجام بده. خب چرا؟ از دیدگاه انسان شناسی آدم ها به دنبال این هستن. نمیدونم واقعا. بچه شما اگه میدونید توی کامنت ها برام بنویسید. هنوزم وقت داریم، ما میتونیم برگردیم. نه باید بریم این 12 تا مجسمه رو پیدا کنیم. تازه یه چالش هم برات دارم. مجسمه ها رو که پیدا کنیم یه چالش توپ برات دارم. جالبه. آره. شاید بگین که این دست چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه بلوبری هایی که دیدیم فکر کنم بلوبری نبود و یه توت دیگه بود، احتمالا شاید توت های وحشی، چون اینجا خیلی زیاده. وای اینجاست. مسخره. بچه همه این مجسمه هایی که ما میخوایم هنوز در ادامه پیدا کنیم جنسشون از بتونه، ولی وقتی شما نگاه میکنین هر کدوم ممکنه یه جنس حس کنی. مثلا الان این یکی شما که حالا از دور مثلا نگاه میکنی فکر میکنی از چوب درخته یا مثلا از خود پوست درخت و مثلا اینجا گذاشتن درست کردن، در صورتی که نه، این همش از بتونه. الان این مجسمه که حالا مثلا اینجوریه که یکی خوابیده، سایزی بر اساس یه آدم واقعیه، یعنی مثلا تخیلی و اینا نیست، واقعا اندازه یک آدمیه که خوابیده. خب فرخ عزیزم حالا یه چالش برات دارم. شما جنسش کیه؟ جنسش بتونه. وقتی که دست بهش میزنی بهت میگه که دست نتون. هر کدوم از مجسمه ها رو که پیدا میکنیم باید سعی کنیم که خودمون رو شکل مجسمه کنیم. شروع کن.
تخصصمه. این الان خوابیده رو زمین. نصف روز من این شکلی. پاشو برو. کجا بخوابم الان؟ به من ربطی نداره. من گفتم لباس یه جوری بپوش که ممکنه قرار باشه چالش بری. فرخ عزیز رو داریم در چالش اول. برو ببینم چیکار می‌کنی گل پسر. ذره ذره آدم عادت میکنه به بیا به روی. آره خب اصلا پوزت مثل اون نیست. اولا که این دست نه این پای رویی باید بیاد بیشتر تو شکمت. خب آفرین، بیشتر با یه حالت خاصی. آفرین. بعد آفرین، سرت هم باید همینجوری یکم سرت. آفرین همینجوری. بعد اون دستی که بالای دستبند پوشیدی نه اون یکی. آره این باید رو شکمت باشه. دستت هم باید یه کاریش بکنی دیگه، یه جای بکن. آره آفرین. سمی باشه؟ نه اینا سمی نیستن. اینا دیگه از همین بری قرمزا فکر کنم همین لینگو بری همچین اسمی داره. بیمت تموم شده. نه تو بخور اول تو بخور. زرنگی. تو بخور. اصلا شکلش مشخص سمیه. بابا نیست، مثل همونایی که اون روز چیندیم. بخور. این اصلا نکن دو تا شکل دو تا چیزه. بابا زشته به بچه‌ها چی میگی؟ آقا این اصلا مشخص. خب یه دونه دیگه بکن. نه همشون همین شکلی هم. ببین همشون دو تا چسبیده به هم. واسهشون کپک زده. نگاه همشون اینجوریه. نمیخوای بخوری دنبال بهانه. آره. یه دونه دیگه بکن به خدا، اینا خوبن بابا. بابا نیست. بده یکی من بخورم. من تخصصم توته. بده. یه خاطره توت دارم، باید یه روز براتون تعریف کنم. خب امروز هم میشه مثل همون. نه. به این مسئولیت شخصیش با خودته. میخوری؟ بابا من امروز نمیام بیمارستان. میدونم. It was at this moment he knew. He fucked up. آقا ولی مثل همونه مگی؟ من گوش میدی؟ خیلی تلخ. یک چیزی که این پارک داره اینه که کلی درختی که بومی فنلاند نیستن و مال کشورهای دیگه مثل آمریکا و روسیه و جنوب آفریقا اینا هستن و اومدن اینجا جمع کردن و کاشتنشون و هر کدوم از این درخت‌ها هم که اینجوری باشه یه شناسنامه مثل اون چیزی که نشونتون دادم جلوش هست. چقدر بنده خدا ناراحته، چقدر قوز کرد. بیا بابا بیا مسخره نشو. هاپو یعنی از میلیمتری پاترک. خب بریم سر داستان خودم. داشتم توضیح میدم. خب این مجسمه چندمه؟ این مجسمه دوم. جدی؟ خب آره دیگه یکی. آره این مجسمه چقدر بهش حلزون وصله. کاری نداره. حالا خیلی ذهنمون پرتاب نشه این ور اون ور. اینو در نگاه اول ما هم دقیقا همین فکر کردیم که این یه آدمیه که مثلا خودشو اینجوری بغل کرده، در صورتی که اینجوری نیست. داستانش اینه که حالا سازنده اومده از لونه مورچه الهام گرفته. شما ممکنه یه چیز خیلی بی اهمیتی باشه براتون ولی میشه باهاش یک اثری خلق کرد. کجا شبیه لونه مورچه؟ همین که جنسش فرق میکنه دیگه. اون یکی مثل چیز بود، مثل چوب. سلام. چقدر عنکبوت. بله الان پشتم پر عنکبوت. وای دروغ نگو. کدوم پشتم؟ چند تا پشت داری مگه؟ مسخره نشو. بعد نمیبینی؟ آقا دوربینم نمیبینه. بیا آفرین. فرخ جان بابا شلواره که بابا شلواره که تو میشورم دوباره. نه مقاومت نکن. بشین زیرش. شلواره که کسی بشین بابا مقاومت نکن. چرا خودت چالش بشین. ای خدایا. خودتو بغل کن. قوز کن خودتو بغل کن. خوبه بچه‌ها؟ به نظرتون خوبه؟ بچه‌ها میگن خوبه. باشه دستو بده به من. باشه. سگی بعدی رو که ببینم. بابا به صاحبش میگم که دوستمون میخواد سگی تو پت کنه. تهدید کردیم الان. شب شام خبری نیست. بنده خدا.
اینی که برات کندم خوردی چجوری بود؟ خوشمزه بود. الان یه 5 دقیقه میشه که باشه اینو خورد چیزیش نشد. حالا من خودم میخوام بخورم. بابا بده ببینم چه من مزه‌ای. بخورم. خوشمزه است. بده من. اینو دیگه بده من. بیا. چرا اینقدر پشم داره؟ میوه پرپشمیه. برو سیرو بگیر. نرسیده هنوز بابا. تو راهه. برو. خوشمزه ولی دیگه. این مجسمه از دور ممکنه فکر کنی که یه خانومیه که اینجوری کرده، ولی اینجوری نیست. چرا؟ وقتی که شما پایینش رو نگاه کنی حس می‌کنی که این مثلا مثل ریشه های یه درخت و اینا. در نتیجه حالا اونی که مجسمه ها رو ساخته میخواسته نشون بده که انسان و طبیعت با هم دیگه داداشی‌ان. آفرین. آره. حالا من دوست دارم این یکی چالش رو من برم. 3 تا پا رو چجوری میخوای تقلید کنی؟ برو. ببینم میتونی یا نه. اصلا شبیه نیست. خب حالا در مورد این یکی مجسمه، یه نفره کلا که از وسط این مثلا سنگه داره رد میشه و حالا اون هدف پشتش چی بوده؟ این که نشون بده از هر مانعی آدم میتونه رد بشه و مثلا حالا سختی ها رو میتونی پشت سر بذاری. از وسط سنگ چجوری رد شم؟ نصفه برم از قبوله؟ خلاقیتت نصفه استفاده. برم. برو پاتم ببر بالا. مجسمه پنجم. بعدی در نگاه اول شما ممکنه که فکر کنی این مجسمه 2 تا آدمن که همدیگر رو بغل کردن. دقیقاً هم همینجوریه. آفرین. در صورتی که نه، سازنده مجسمه میخواسته که با الهام از یخ و آب و اینا نشون بده که اینا به قولی توی همدیگه در هم تنیده شدن. مرز بین انسان ها از بین میره زمانی که همدیگه رو دوست داشته باشن. مرسی. توضیحی که تو دادی احتمالاً کلیپو بر میدارن. حذفش میکنن. همینی که فرخ عزیز گفت. قربونت برم. بله. و حالا ما قراره که این چالش رو 2 تایی با هم دیگه انجام بدیم. و اینم بگم مرزی بین این 2 تا نیست. بودو. داداشی خودمی. صدات داره ضبط میشه. این یکی اثر شما ممکنه فکر کنید که چند تا هیزم روی هم دیگه است و چیز خاصی نیست، اما سازنده هدفش این بوده که نشون بده یه خانومی زیر هیزوما گیر کرد. وای هیزومات کو؟ دیگه الان زیر هیزوما هم دیگه هیزوما با سی جی آی دقیق برو بندازم. تو نقشت اینجوری به نظرم داری الکی. وای هیزوما ریختن رو. نمیخوای توضیح بدی بگی چیه؟ نه اول میخوام چالش رو بری. شروع کن. از کجا معلوم پل زده؟ شاید زده سال 80 دیگه. باز کرده اینجوری. پاها این وره، دستا بالای سر. من از این بیام عقب‌تر کمرم شما- میگیره. فردا من باید چون خودت بچگی ژیمناستیک کار بودم. آفرین. خب بله میرفتم. این حرکت رو اتفاقا خیلی دوست دارم. شما کاری که باید بکنی میدونی چیه؟ نه آفرین. شما خیلی باید علاقه‌ام ندارم بخوابی. بدونم. نه صبر کن. شما باید بریم. بخوابی. دارم حرف باش. میزنم. باید بخوابی، بعد دستاتو بذاری بالای سرت، پاهات هم که جلوی خودتو بدی بالا، مثل پل کنی خودت. شروع کن. بسیار راضی. ببین نمیاد بالا. من میدونم که من خود تو داری بد میری. نهایت چه طرز اینم. چالش رفتنه؟ بریم. چالشو داری آقا من خیلی امتیاز خراب اینو می‌کنی. نمیخوام. بذار من برم. چالشو اگه برم چی برام میگیری؟ شب شام با من. برو. من باید بتونم اینو برم وگرنه آه. جلو بچه‌ها خیلی زشت میشه. آخرین دقایقی که کمر دوستمون سالمه. صبر کن. من میترسم یه چیزی رو زمین باشه بکنت. دیگه جدی میخوای بابا ولم آره کن. بابا من ژیمناستیک کار بودم. ولم کن. یکم الان وزنم دیگه اجازه نمیده. یک کم. انعطاف اون موقع رو داشته باشم، ولی به جانم دیگه میتونم برم. یک کم فقط داره. یا خدا. It was at this moment he knew. He fucked up. فکر کنم یه وزن زیادی از مچ مشکل پیدا کرد.
سن رفته بالا. حالا فهمیدی چرا گفتم من شام درست میکنم؟ چون دیگه قطعا نمیتونی کسی شام فشار درست کنی. یه دست شکست. ولی مهم اینه که من تونستم چالشو انجام بدم. باشه، تو قبول- نرفتی. تو قبولم، حتی تلاش قبولم. هم نکردی برای چالش. قبولیت. چقدر سریع رسیدیم به اسکالپچر بعدی. مامان باباهای عزیز رو اسکالپچر. مجسمه بعدی رو نگاه نکن. این یکی خیلی عالیه مهدی، چون که دستامون باید اینجوری باشه و خودمون نمیخوای توضیح بدی راجع به ولی چیه؟ ببین بوس آفرین. نداره ها. بوس نداره. آره. فاصله رو ببین. منکراتی و اینا کاملا نیست. از هم جدا. توضیح نشون میده که خیلی توضیح وقتا نشانه ضعف است. نه صبر کن. ممکنه که دو نفر خیلی همدیگه رو بخوان و خیلی دوست داشته باشن با هم دیگه باشن، ولی نشه. شما نباید اصرار کنی گلم. دکتر بشرا رضایی نشاط، شماره نظام، لینک نوبتگیری میاد الان پایین ویدیو. خیلی موی نزدیکه. آره. بیا بکش لمس و خودت. اینا نداشته باشه. بکش. خیلی عقبی. بابا خب فاصله داره. بیا. این یکی بهش میگن سنگ بزرگ یا ایسوکیوی. کیوی توی فنلاندی یعنی سنگ. بعد 37 تن وزنشه و میتونین این سنگ رو بفرستید برای هر کسی که نیاز داره. همین سنگ. آره همین سنگ رو بهشون تقدیم کنید. مرسی استاد. قربونت. اینم تعداد زیاده دیگه نمیشه انجامش داد. این یکی نماد ایران و ایرانی است. سنگیه که رو سر آقای افتاده و سنگ هم که میدونیم هممون چه چیه تفسیر حال کردی؟ عمیقی بود. مخلصم. چالش. از دست تو. خب سنگ کو؟ یالا سنگ رو اجازه بده که نداشته باشیم. پا رو قشنگ باید مثل خودش بذاری. بذار من بیام اینورتر پای مجسمه مشخص باشه. توت جدید. یه نیم ساعتی میشه که بشرا از این خورده چون هنوز چیزیش نمورده. نشد. ما هم میریم که اینو تست کنیم. تلخ. دیدی که گفتم تلخه، چرا دوباره خوردی؟ مزه از سامنفر کدوین میده. مزه یه چیز دیگه میده ولی نمیتونم بگم. مزه هم از سامنفر. از من اون که نخوردم ندیدم هم اصلا چیه. ولش. مجسمه بعدی. شما فکر میکنین که دو نفر همدیگر رو بغل کردن. دقیقا هم همین جوریه. درسته؟ اما سازنده میخواسته نشون بده که آقا درسته شما سنگ و نماد مثلا سردی و بی‌لطافتی و اینا میدونین، ولی همون سنگ هم میتونه به شما حس آرامش و حمایت و اینا رو منتقل کنه. در نتیجه هدف سازنده از این مجسمه این بوده. سیتیزن دل پاکتم تو. گشنمه. میشه برام خوراکی بخری لطفا؟ تقریبا روزی 3-4 بار اینو میگی. خب گشنمه. ما چند تا از مجسمه ها رو پیدا کردیم؟ 8 تا یا 9 تا. آره این تعداد رو پیدا کردیم، ولی اون 2-3 تا که مونده رو دیگه واقعا هر چی گشتیم پیداشون نکردیم و شارژ هم نداریم دیگه. گفتیم که دیگه برگردیم. اینجایی که الان رسیدیم اسمش است وسیجärvi که توی فنلاندی تقریبا میشه مثلا دریاچه آب، یه همچین معنی میده. فنلاند کلا دریاچه زیاد داره. این یکی از بزرگتریناشه، شاید هم بزرگترینش باشه نمیدونم، و چند تا شهر رو در بر میگیره و شهری که الان ما توش هستیم به اسم لاهتی که معنیش میشه خلیج به فنلاندی، فلسفه شکل‌گیریش حول محور این دریاچه بوده و اصلا به خاطر این دریاچه شکل گرفته شهر و در طول زمان کم کم بزرگ و بزرگتر شده. ممنونم استاد. قربونت سپاس برم. از وقتی که در اختیار ما قرار جلسه دادید. بعدی ازت امتحان میگیرم.
خوشمزهش منو یاد موضوع خودمون انداخت تو ایران. ما بعد از گشت و گذارهای فراوون بالاخره تونستیم که اون دو ستایی هم که موندن رو پیدا کنیم. اولیش اینه و شما در نگاه اول یکی رو میبینین که خوابیده دیگه و اینم دوباره مثل همون اون یکی که گفتم مثلا میخواد بگه سنگ نماد آرامش و اینا دقیقا هم. تیشرت هم سبزه. خب نباید کامل بخوابی که میشه. کامل نباید بخوابی استاد. بله. اجازه بده من. پا رو بیار بالا. سر خانومی خیلی عقبه. سرت عقب نبود. عقب. آفرین. بیا باشه بده، بیا بده. مجسمات پیدا برو کردم. تو بیا باید بری. بیا. برو مسخره. تو همیشه اینجوری رو کاناپه ما میخوابی. چند وقت هم دیگر میشناسیم؟ ما 8 سالی هست. نه ما تو فیلم 8 سال نباید بگیم. حالا دیگه ما الان دیگه ازدواج ما حالا کردیم. یه مدتی هم دیگر میشناسیم. 50 بیشتر 60-70% مواقع من بشرا رو این شکلی دیدم. برو بابا تو همیشه رو کاناپه اینجوری میخوابی. استاد شیفون در جنگل های لاتی در حال مدیتیت. واسه مدیتیت پیدا کردیم بالاخره. بله. مجسمه بعدی هستن که همونجوری که میبینی این یکی دیگه واقعا درخته. بیشور شکل درخت بود کلی دنبالش آره. داره نشون میده که ما با طبیعت باید داداشی باشیم، آسیب نرسونیم. یه چیزی توضیح بدم حالا برای مجسمه‌های آخر که رسیدیم. اینا همه مجسمه از بتون ساخته شده و اصلا هدفش این بوده که به مرور زمان روی اینا خزه و نمیدونم این چیزا رشد کنه تا بیشتر با جنگل و طبیعت اینا مچ بشن و برن در دل همدیگه و خلاصه که این یه ذره سخته. اینو ما چند تایی باید انجامش بدیم. دو خدا نفرن که با یه حالت عجیبی بیشتر از 2 نفره. یکی این وره یکی این وره بیشتر از 2 نفر باشه که بعد میشه. یکی هم اون وره. با یه حالت عجیب اینا تو هم خوابیدن. به نظرم اینو برای بچه ها انجامش ندیم بهتره. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین بچه ها. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ. بای بای.